سه فرزند ستوره سفرova که قریب یک سال باز در شهر نوسیبیرسک روسیه در مانده بودند روز 5 ینور با کمک مهاجران تاجیک به وطن به نزد مادرشان برگشتند. ستوره سفرova یک مادر 4 فرزند از دوشنبه که همراه کودکانش به جستجوی کار به روسیه رفته بود ماه فوریه همراه کودک خردیش به سبب بد شدن وضع سلامتیش به تاجیکستان برگشت، اما 3 کودک او در نوسیبیرسک روسیه در ماندند. ستوره سفرova یک ماه قبل از رئیس شهر دوشنبه رستم امامعلی خواسته بود که برای برگرداندن فرزندانش کمک کند. ستوره می گفت پرداخت بیش از 120,000 روبل حدود 1500 دلار برای خریدن چپته پرواز این 3 طفل بیرون از توان مالیوی اوست که حتی برای کودک خردیش امکان خریدن لباس زمستانه را ندارد. التماس و التجا دارم که مرا به فرزندانم رسانید چون که من به آنها زندگی کردن نمیتوانم، گفته بود ستوره در مراجعتش به رستم امامعلی. او بعد بازگشت فرزندانش از مهاجران تاجیک از جمله حاجی نصرت، حاجی شریف و شیرعلی و همین طور به شاهرخ سیدزاده اظهار سپاس کرد. فرزندان این زن میگویند میخواهند تحصیل خود را دوام دهند و در آینده شخص معلوماتدار گردند و به عائله های محتاج دست کمک خود را رسانند تا مثل آنها در زندگی عذاب نکشند. این زن با کودکانش حالا در دوشنبه در یک خوابگاه در شرایط تنگ زندگی دارند. ستوره میگوید به علت مریضی توان کار کردن ندارد و مجبور است که با اندک گرم شدن هوا با فرزندانش به بازار بروند که جوار مکه یا یگان چیز دیگر فروخته زندگیشان را پیش برند.